سلام بچه ها، چطوری؟ به بازی خفن از ماینکرافت. بچه ها یه ویدیو برای ماینکرافت رو بذاریم. بله بچه ها، بریم واسه یه ویدیوی ماینکرافت. خب بچه ها بریم واسه این بازی. برو بریم. خب بزنیم اسمش بچه ها. خب بچه ها چطورید؟ به یک ویدیو ماینکرافت دیگه. بچه اگه یادتون باشه امروز یه ویدیو گذاشتم در مورد رونمایی از همین شیدر و فکر نکنم اومده باشه. من هنوز چون نیومد، من باید یه چند روز اگه صبر کنید حتما اون ویدیو هم آپلود میشه. اون ویدیو رو حتما آپلودش میکنم، سعی میکنم حتما آپلودش کنم. و بله دیگه، بریم واسه یه ماینکرافتمون و برو بریم. خب بچه بریم. بچه ماینکرافت ولی اگه رنگ زرد ببینیم باختیم. رنگ زرد پایین زرد زیاده. زرد بچه پایین زیاده، بلم زیاده. خب بچه ما اول چوب میزنیم. یه بیل دستشه. اوه بی زامبی. شت. باشه بیبی زامبی دنبالمه. اوه آی ببین مردم. بچه هدف ویدیو اینه که اگه رنگ زرد ببینیم به بازی مثلا نیستشی اسم رو بگوشه. بچه خدا روز شد ولی ویچ اونجاست. ویچ باش یا اپل اوی اوی برو بالا. خب بچه همینجا شد میزنیم. چیز زرد که فعلا ندیدم. اینا بچه اینا زرد نیستش. اینا نمیدونم چه رنگیه. کاپوچینو. Cappuccino, بچه بالرینا کاپوچینو. خب اینم از این بچه ها. اینجا دیگه من بکنیم و بریم. خب بچه ها
حالا یه چیز زرد ببینیم دیگه. جان چیه؟ چیز زرد زیادم تو بازی نیستش. باشه اینا رو زرد نگیرین، زرد نیم.